به کانال یوتیوب من خوش اومدین. از اونجایی که ایونت خصوصی گوچی دعوت شدم گفتم بهترین زمانه که واسهتون ولاگ بگیرم تا بریم ببینیم اونجا چه خبره، هم شما رو هم با خودم ببرم. بزن بریم. الانم خیلی دیرم شده ولی یکی از خوبیای دبی اینه که اینجا یه سری اپلیکیشن ها هست که هوم سرویس داره. هر جای و هر زمانی که بخواین اصلا الان رزرو میکنین 1 ساعت دیگه اصلا سری میان و کلی خدمات و اینا هوم سرویس واسهتون انجام میدم. من از همون اومدم وقت ندارم برای براشینگ، یه دونه از اینا از اپلیکیشن رزرو کردم. یه خانومی رو میاد موامو براشینگ کنه، شدم کرلی کنم و یه آرایش همینجوری مختصر بکنیم، سریع لباس بپوشیم بریم. گفتم تو این صحنه دیورم بهتون نشون بدم. دیور قربونت برم، تو گرفتی خوابیدی. هم که وضعیت فانتن ویو که یه ماه دیگه تقریبا تمومه، یه ماه دیگه آماده میشه. بزن بریم. thank you. من کار مام تقریبا تموم شد دیگه. نایس اوکی. اینجوری امونا اینو باید شونش کنم. من آماده شدم برای کیف. اینو میخوام بگیرم دستم، اینطوری بگیرمش. واسه کفشم این کفشای گوچی رو انتخاب کردم، هم لژ داره هم یه حالت فشن. لباسم ساده است، کیپ و کفشم یه ذره حالت فشن و دیزاین طور باشه. خوشگل میشه. بریم. بالاخره من ساعت 7 تازه رسیدم. خیلی ترافیک بود. خوشگله همه چی. من دستگل درست میکنم اینجا. من نمیدونم خودمون باید درست کنیم یا واسه همون درست میکنم. بیانو بپرسم. اینجا آینه قدی پیدا کردم، گفتم لباس همو قدی بهتون نشون بدم. حتی فکر کنم لباس گشاده برای من. اینم از کفشم تو پام. خیلی خوشگله، خیلی خاصه این کفشه. نمیدونم هنو گوچی دارتش یا نه. اگه سلیقتونه حتما بگین، خیلی چیز خاصیه. استایلاتون رو واقعا خاص میکنه. با این کیف ستش کردم. کیفم خیلی خوشگله. تو اینجوری بگین دستتون خوشگل میشه. Thank you دیانا. Thank you. باشه دیانا میخواد بهتون توضیح بده که دلیل این گلا و اینا به وجود اومدن این کالکشن گلا چیه. Yes, so in 1966, Grace Kelly, Princess of Monaco, she visited the Gucci store in Milan. And Rodolfo Gucci, he wants to give her as a complimentary gift something from Gucci. Then she asked him like, what about scarf? She likes the scarf with the flowers. And they create specially for Grace Kelly scarf, first scarf in 1966 with the flowers. That's why. بچه دیانا میگه که تو سال 1966 پرنسس موناکو میره ایتالیا که از گوچی مثلا استور گوچی دیدن کنه. بعد پسر is the son of Gucci, right? Yes, son of پسر Gucci. Yes, he wants to make a complimentary gift for her. پسر گوچی بهش میگه که من میخوام یه هدیه به تو بدم، هر چیزی که دوست داری رو از گوچی انتخاب کن، از استورمون. و اونم میگه که شایزن نگاه میکنه میگه که شما شال، حالا اسکارف دیگه، همون شال یا روسری دارین. من اینجا نمیبینم که مثلا گل و اینا داشته باشه. همون لحظه اولین شال یا روسری که دیزاین میشه، یعنی بعد از این که اون میره اولین شال میگه من برای دیزاین میکنم مخصوص تو. اولین شال و روسری که دیزاین میشه، منم اولین شال و روسری که دیزاین میشه با گل و فلاور بوده که بعد اسمش هم به هم، یعنی اسم این کالکشن هم واسه همونه، به همون علته. خیلی جالبه. And then we'll show you the scarf. yes. بریم که اون اولین شالو به همون نشون بده، اولین روسری رو دست.
بهمون نشون بده از کالکشنی که گل بوده. That one, huh? Yes. Ah, So this is the first and it's one. pink color. My favorite color. Oh my gosh. The first design, it was in 1966. اولین دیزاین روسریه که با گل بوده، فقط هم به خاطر فرانسس موناکو. See, very beautiful. اینم کالکشن های الانشونه، همشون گل داره به خاطر اونه. من هم تو این کالکشن سریال جدیدش رو زدم. Thank you Diana. That's why you can see it also here. Yes. Some flora. That's why we create today the flora event. So all this belongs to Princess Monaco. به خاطر فرانس همه اینا کلا همون گلایی هم که گذاشتن اونجا که ما دیزاینشون کردیم همشون به خاطر پرنسس موناکو بوده، علتشونه. It's so cute. It will be as a brooch. As a brooch. We can do it here, for example. I don't have this. No. We can create something. Can I? Oh my god, it's so nice. Thank you, dear. خیلی خوشگل شد. Cute. گلایی که میخواستم رو انتخاب کردم، حالا واسه حالا دیزاینشون میکنم. خیلی خوشگل شد. thank you. ای گل من آماده شد. Thank you دیانا. It's so nice. Thank you. Oh my god. خیلی خوشگله. Thank you. دیگه نشستیم داریم با هم حرف میزنیم. دیانا خیلی دختر مهربونیه، خیلی دوستش دارم. بچه ها ساعت 9:30 شبه، من ساعت 7 رسیدم اینجا. 2 ساعت و نیمه داریم با هم حرف میزنیم. اینجا روی مبله نشستیم، قهوه، دوبار قهوه و چای خوردیم، همینجور داشتیم با هم صحبت میکردیم. کلی خوش گذشت، خیلی خوب بود ایونتشون. اینم از دست گل من، خیلی خوشگل شد، دوستش دارم. Let's go. بچه ایونت گوچی دیگه تموم شد، منم اومدم بیرون، اومدم تو مال یه دور بزنم. گلم هم که خیلی دوستش دارم، یعنی عاشقش شدم، خیلی خوشگل انتخابش کردم. گل روسینم هم خیلی خوشگل شد، اینو نگاه. بچه اینو راستی یادم رفت بهتون بگم، من از طرف یه هتل تو ابوظبی 3 روز دعوت شدم واسه تبلیغات و اینا و الان بدو ساعت 10 شب برم خونه، یه ساکه در حد 2-3 روز جمع کنم، وسایلم آماده کنم برای فردا صبح زود بیدار شیم. با مامانم میخوام برم این سفر رو بریم به سمت ابوظبی و کل 3 روز رو براتون ولاگ میگیرم، ولی شاید یا 2 تا ولاگش کنم چون احساس کنم یه دونه ولاگ برای 3 روز، چون خیلی اکتیویتی هم مطمئنا زیاده تو 3 روز. میخوایم لب دریا بریم و استخر بریم و هتلم خیلی خوشگله، وسطش هم یه تو لو ندارم، یه سری چیزای باحال داره. البته امیدوارم که مثل عکساش خیلی خفن باشه. حالا میریم حتما ولاگای بعدی رو دست ندین. الانم بریم سمت خونه. بچه‌ها من دیگه رسیدم خونه، بریم که تا فردا برم الان خونه و ساک جمع کنم. من رسیدم خونه، خیلی خستم، وسایلمو جمع کنم در حد 2-3 روز، وسیله بردارم و فردا بریم به سمت ابوظبی. خیلی هیجان انگیزه. تا ولاگ بعدی میبینمتون.
خدافظ.